مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در یک صدمه پرقربانی در نوحه یووان 3 جوان سنشان 29 ساله به هلاکت رسیده، 2 جوان دیگر جراحت برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 5 فوریه سال 2024 تخمین ساعت 16:20 راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا تقوی مرادوف غالب جان سال تولدش 1995 ساکن نوحه رودکی هنگام حرکت از سمت نوحه رودکی به سمت نوحه یووان از حوزه دوره واسطه نقلیات نبر آمده به دیوار حمایوی کنار را برخورده است. در نتیجه مسافران داخل افت-ماشین تیشایف شیرخان سال تولدش 1995، جوریف محمد رجب سال تولدش 1995، تقای بیکوف نورعلی سال تولدش 1995، تیشایف عبدالکریم سال تولدش 2004 و خود راننده تقای مرادوف ساکنان نوحه رودکی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته متاسفانه هنگام به بیمارخانه انتقال دادند. مسافران تیشایف و چوریف و راننده تقای مرادوف به هلاکت رسیدند. تفصیلات دیگر صدمه پرقربانی در روی یووان نشر نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.